خیلی ها فکر میکنن دیزنی هر سریالی که محبوب بشه باید تا سالها ادامه بده، ولی واقعیت این که پشت پرده قضیه خیلی پیچیده تر از این که فکرشو بکنید. امروز میخوایم ببینیم چرا بعضی از محبوب ترین سریال های دیزنی هیچ وقت ادامه پیدا نکردن. با من همراه باشین. مازیار پاور هستم و بریم سراغ ویدیو. دلیل اول تصمیم خود سازنده ها بوده، مثل آبشار جاذبه. خیلی فکر میکنن دیزنی اجازه نداد که فصل سوم ساخته بشه، اما واقعا این که الکس هیرش خالق این اثر از همون اول تصمیم داشت فقط 2 فصل بسازه. اون اعتقاد داشت هر داستانی باید پایانی داشته باشه، به جای این که مثل خیلی از سریال ها فقط ازش پول میچاپن یا می نوشن ازش، انقدر ازش استفاده میکنه و در آخر این اثر یه اثر خیلی بد ازش در بیاد. برای همین خود الکس هیرش داستان رو نوشت و یه پایابندی خیلی خوب براش رقم زد. خودم به شخص این پایانی بندی آبشار جاذبه واقعا خیلی خوب بود. اگه ادامه پیدا میکرد یا مثلا فصل 3 یا 4 شاید اثر مثل چیزی که فکر میکنی نباشه. دلیل دوم، هزینه بالای تولید. خیلی ها فکر میکنن وقتی یک سریال محبوب میشه دیزنی باید تا هر چند فصل که میشه ادامه بده، اما واقعیت که ساخت یه انیمیشن، مخصوصا انیمیشن با کیفیت و هزینه‌های فوق‌العاده زیادی داره. مثلا سریالی مثل خانه جغد، آبشار جاذبه، آمفیبیا یا استار علیه نیروهای شیطانی. برای هر قسمت این اثرها تیمای بزرگی هستن، باز خودشون دارن، مثل نویسنده ها، انیماتورها، صدا پیشه، آهنگسازها، تدوینگرها نیاز دارن. حالا اگر دیزنی احساس کنه درآمد یک سریال دیگه مثل قبل نیست یا سرمایه گذاری برای یک پروژه جدید سود بیشتری داره، ممکنه دیگه همونجا کارش به پایان برسه. این به معنی نیست که سریال بدی بوده باشه یا طرفداران نخواستن، فقط از دید یک شرکت بزرگ گاهی ساخت یک مجموعه جدید از ادامه دادن یک مجموعه قدیمی تصمیم اقتصادی بهتری باشه. دلیل سوم، تغییر مخاطب. دیزنی فقط به طرفدار قدیمی فکر نمیکنه. هدفش این که هر چند سال یه بار نسل جدیدی از بچه ها و نوجوان ها را جذب کنه. برای همین گاهی به جای اینکه یک سریال رو 7، 8 یا 9 تا فصل ادامه بده، ترجیح میده یه دنیای کاملا جدید خلق کنه. این کار فقط برای جذب مخاطب جدید نیست، بلکه فقط به خاطر اسباب بازی‌ها، لباس‌ها، کتاب‌ها، محصولات جدید وارد بازار کنه. از نگاه دیزنی معرفی یک مجموعه تازه سود بیشتری از ادامه دادن یک سریال قدیمی داره. البته به این معنی نیست که سریال‌های قدیمی فراموش بشن. حتی امروزه سریال‌هایی مثل خانه جغد و آبشار جاذبه میلیون‌ها طرفدار دارن، اما استراتژی دیزنی معمولاً به فکر آینده و مخاطب جدیده. دلیل چهارم، اختلاف نظر تصمیم‌های مدیریتیه. گاهی اوقات مشکل نه کمبود طرفدار، نه هزینه تولیده، بلکه به خاطر اختلاف بین سازنده و مدیران شبکه یا تغییر سیاست‌های شرکت باعث میشه یک سریال زودتر از انتظار به پایان برسه، مثل خانه جغد که از همه معروف تریناشونه. دانا تریس، اگه اسمشو درست گفته باشم، گفته بود که پایان سریال زودتر از چیزی که انتظار داشتم اتفاق افتاد. از طرف دیگه دیزنی اعلام کرد که این تصمیم به خاطر هماهنگ نبودن سریال با برنامه شبکه گرفته شده. این یعنی همیشه موضوع فقط محبوبیت یا درآمد نیست. گاهی مدیران تصمیم میگیرن که برن روی پروژه جدید سرمایه گذاری کنن، برن سمت کلا تغییر جهت بدن، دیگه برن یه کار دیگه بکنن. در نهایت پشت پایان هر سریال یه دلیل واضح وجود نداره.
من دلیلش رو بهتون میگم چرا خانه جغد کنسل شد. خاطر همجنسگرایی شخصیت ها بود. 70% این شخصیت های خانه جغد همجنسگرا بود. برای یه مخاطب بچه اصلا خوب نبود و مخاطبایی که نگاه میکردن همشون مخاطب همین LGBTQ بودن. همشون من دیده بودم همشون همینجوری بودن. آره دیگه، خلاصه حیف شد اگه شخصیت اصلی اینجوری نبود. واقعا من به شخصه میگم که شاید به اندازه آبشارجوزه خفن بود. بهتون میگم از دنیا سازی شخصیت فرعی، ویلن جدیدش که اومده بود برای فصل 2 قسمت آخر، واقعا شوکه شدم. خیلی خوب بود. ولی خب حیف شد این سریال واقعا خیلی خوب، واقعا باش حال کردم، واقعا خیلی خوب. در نهایت میرسه به جنبندی. نمیشد گفت دیزنی فقط سریالاشو کنسل میکنه. در واقعیت پشت پایان هر سری داستان متفاوت داره. از همون اول آبشار جاذبه و آمفیبیا قرار بود از همون اول چند تا براش فرض بسازن. یا خانه جغد هم خودتون میدونی که اون دلایل کار خراب کرد براش و خیلی سریع تمامش کرد. و واندر اوور یاندر درست گفته باشم سازنده خیلی دوست داشتن ادامه بدم ولی محبوبیت نداشت. یک کلام محبوبیت نداشت و سودی نداشت، برای این کلا متفیش کردن. پس همیشه پای یک دلیل وسط نیست. گاهی تصمیم خود سازنده است، گاهی به خاطر هزینه‌های تولید، گاهی به خاطر تغییر استراتژی دیزنی، گاهی به خاطر تصمیم مدیریتیه. حالا خودتون بگیم چرا دیزنی داره این کارا رو میکنه؟ تئوریاتون رو بیان کنید تو کامنت‌ها، حالا هر جوری که خودتون دوست دارین. خب دوستان، ممنون که تا آخر لحظه ویدیو با ما همراه بودین. ممنون میشه دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید، ویدیومون دنبال کنید. قراره بیشتر فعالیت داشته باشیم توی یوتیوبمون، توی اینستا حتما ما رو فالو داشته باشین. اخبار رو بهتون میگیم، ادیت براتون میزنیم. ممنون از توجهتون. خدا یار و نگهدارتون.